اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، یا الله ما را در رمضان برسان. یعنی عبادت رمضان بکنیم پیش از او جان ما را نگیری یا صحت ما را از بین نبری. یکی استقبال ای بود که مسلمان ها این ماه که می آمد بسیار خوش می شدن. ما و شما باید خوش شویم. الله ما و شما را برسانه. چند روز ماندگی است. بسیار دوستای ما و شما آرزو داشتن که در رمضان برسن، نرسیدن، نه مرگشان رسید. الله ما و شما را برسانه و این یک نعمت است. زیرا در این باره پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، یک حدیث است که اوقات چقدر عظمت داره، چقدر ارزش داره یک زمان، ساعتها و روزها و شبها. ابو هریره رضی الله عنه میگه کان رجلان دو نفر بودن از بنی قزاعه، قبیله قزاعه که اسلام آوردن، یعنی مسلمان شدن به امر پیامبر. و استشهد احدهما. خب در وقت در مدینه بوده، در مدینه دیگه جهاد فرض عین شده بود. مسلمانی که مسلمان میشد کل اعمال اسلام انجام میداد. یکی از این میگه در جنگ رفت، در جهاد در برابر کفار شهید شد از امی دو نفر. و اخر الاخر سنتن، دیگیش میگه شهید نشد، یک سال بعد از دنیا رفت، یعنی به مرگ خود رفت. هر دوش مجاهد بود. قال طلحه ابن عبیدالله میگه که یکی از صحابیای جلیل القدر میگه فوریت الجنه، بر من میگه جنت نشان داده شد. خب متوجه شوین. فرایت المؤخر منهما، مو کسی که یک سال بعد از دنیا رفته شهید هم نشده، میگه ای را دیدم ادخل قبل الشهید، قبل از شهید میگه ای در جنت رفت. حیران ماندم. میگه فتعجبت لذلك، تعجب کردم. شهید است که مقامش میفهمیدن اونا که در قرآن در حدیث چقدر مقام داره. اما این کسی که یک سال بعد رفته و شهید نشده، ای از او که پیش رفته جنت. میگه فاصبحت، صبح که شد، فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه و سلم. طلحه میگه که من دیدم امون کسی که بعداً وفات کرده در جنت رفت، میگه ایره به پیامبر یاد کردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الیس قد صام بعده رمضان، آیا بعد از این روزه نگرفته بود رمضان؟ سعی کنید رمضان قدر درجه داره. همین کسی که شهید نشده، از شهید که زود در جنت رفت، آیا یک ماه رمضان روزه نگرفت؟ شب قدرش قیام نکرد و گفت که این نمازهای ازی چقدر نماز خواند. روایت های مختلف در یک روایت می صلی 6000 رکعه، می 6000 رکعت نماز خوانده بود. بعد از او کذا اقا رکعت خوان، اقا عبادت که، اقا اطاعت، یوم خوب اطاعت می کرده. گفت طبیعی است که باید از او کده پیش برده جنت، درجه ازی بلنده. یعنی سعی کنین که پس عبادت ها، اوقات بسیار مهم است. اوقات ضایع نکنین و تصمیمتان جدی بگیرین. دیگه می تنبلی و سستی را از وجود خود دور کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من العجز والکسل. یا الله از عجز، ناتوانی، کسل، سستی و تنبلی پناه میخوایم. سستی و تنبلی را به خود راه ندید. و اعوذ بک من الجبن والبخل، بزدلی و بخیلی، بیغیرتی، بزدلی. پیامبر صلی پناه خواست. شجاعترین انسان ها پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه بود. هر کسی که در دین شجاعت داشت او پیش الله بسیار مرتبه داشت. بزدل نباشیم، بزدلی را به خود راه ندیم. بخل که مال خود در راه الله مصرف نمیکنه، به مردم خیر نمیرسانه. بخیل نباشیم. و اعوذ بک من المأثم والمغرم، از گناه و از قرض پناه میخوایم. اخلاص نیت. خب وقتی که خوشحالی کردیم از اوقات استفاده میکنیم، نیت خود بسیار خالص کنیم به خاطر عبادت الله. نیت خود داریم، نیت تجدید کنیم، بگیم یا الله یک تصمیم جدی بگیریم که در این ماه رمضان دیگه تماما عبادت ها را انجام میتم. این تو کسا داریم قیام شب نمیکنه، کسایی داریم 5 وقت نماز خود صحیح نمیخوانه، کسایی داریم قرآن نمیخوانه، کسایی داریم که بسیار کارهای خیر بنده گپ اعلام میتن. اینجا یک تصمیم جدی به کار است، یعنی اراده جدید، اراده نو به کار است. زیرا در این وقت
این تصمیم بگیریم که الله هر طاعت تو را عملی میکنیم، از هر گناه دور میشه. حتی گناه کوچک هم، گناه از طریق موبایل و غیره میشه کلش دور شود و قلب خود پاک کنیم و توبه صادق برای الله. زیرا الله در قرآن هم میگه که کسی نیتش صحیح باشه ما بر از او میتیم. اخلاص در عمل، چقدر که اخلاص زیاد باشه اما قدر درجه عمل، ثواب اعمال بلند میره. انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان ثوابش درجهش به نیت است. و انما لکل امرئ ما نوی، برای هر کس آنچه داده میشه که نیت کردگی است. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر رمضان شعبان روزه میگرفت. عایشه به خاطر استقبال، عایشه رضی الله عنها میگه ولم اره صائما من شهر قط، میگه ندیده بودم پیامبر که یک ماه روزه بگیره، یعنی اکثر زیادتر من صیام من شعبان، که شعبان زیاد روزه میگرفت. این به خاطر آمادگی رمضان بود. کان یصوم شعبان کله، می تمام شعبان روزه میگرفت الا قلیلا، مگر کمش، یعنی زیادش روزه 16 روز 17 روز 18 روز یا 20 روزه میگرفت. خب وقتی که نیت خود تجدید کردیم، توبه صادق به کار است دوستا. توبه خو فرض است، هر وقت هر ثانیه توبه بکنیم. زیرا ما حدیث دو هفته‌های قبلی براتون خواندم، در خطبه بیان کردم که پیامبر صاحب میگه که ای بنده های ما، الله حدیث قدسی را گفت که انکم تخطئون باللیل و النهار، شما شب و روز خطا میکنین، و انا اغفر الذنوب جمیعا، و ما کل گناه را میبخشم، فاستغفرونی، از ما بخشش بخواین، توبه بکنین. حال یک توبه خاص به کار است، وی است که انسان باید تصمیم بگیره که تمام گناه، یا الله دیگه هیچ گناه را انجام نمیتم. بسیار کسات بعضی گناه را مانده میگه این واقعی وعده کی توبه میکنی؟ رمضان هم آمد دیگه، در رمضان یک توبه بسیار جدی به کار است و تصمیم بگیره انسان که التزام میکنه یا پابندی به فرایض، هر گناه را اعلام میته. گناه، بعضی گناه زبان دارنی بد اخلاق است، این بد اخلاقی ایرا نسواری و چرسی و وقت نسوار هم یک گناه است، میگه مکروه است. مکروه را اعلام بده، ولا مکروه است. علما میگه مکروه چی است؟ حتی حرام است این نسوار، اسراف است. دی یک نوع نشست چطور کنیم که میره اعلام بده نسوار، سیگرت اعلام بده، سیگریتی ها، چرسی ها، دیگه نشاهایی که شراب است، مثلا تابلت است و چی است، چی مصیبت های برآمدن. کل گناه را باید اعلام، کل گناه توبه کنیم. یقین کنین کسی از نسوار و سیگرت توبه نکرد، چندان توبه نکرد. کل توبه را میکنم، نسوار نمیتونم، نسوار نمیتونم. ریشش هم سفید شده، 60 ساله 70 ساله، طرف سعی کنی به مرگ هم هر قدمش به مرگ نزدیک شده، توبه نمیکنم. تمام گناه را ترک کردن، بد اخلاقی، سابق دو میزه دشنام میک قارب و پیشانی تیر از بین ببر. پیامبر میگه تبسم کفی وجه اخیک صدقه، خنده کردن در روی برادر صدقه است. بعد از چهره ترشته که مردم میدید جگرخون میشد، به بشاشت تبدیل کن. حال در رمضان کل مردم افغانستان عوضی که اخلاقش خوب شد، دیگه هم بد اخلاق میشه. گپ نزن حسابم خراب است، ماه رمضان است. نه حیران میمانید به این مردم. از این باید که سر خود فشار بیاریم که قطعا دیگه بد اخلاقی، خصوصا با خانواده خود، نه با سر خانم قار میشم، نه اولاد دیگر کس اولادا را بزن، ای را بزن، او را بزن. حتی در افطاری کسی را نمیمانه نزدیکش بیاد، دور شو، دور برو، بان که ما افطار کنیم، بان که بر روزه بفهمیم. نه کل گیره باید مسخاوت و یاد زیاد شه. اول به اطفال بده، کل گیره چارگرد جمع کو. سخاوتمندی باید زیاد شه. از خوراکای خوب خودت خورده رایستی بده به اطفال، بده به آدمای ضعیف، بده به خادمایت، بده به کلگی. سخاوتمندی باید زیاد شود. دیگه از اینی چیزا توبه به کار است. از بد اخلاقی، بد زبانی، پیشانی ترشی، یارو نگویم که گناه چندان گناهی نیست. الله برای کل ما شما توفیق عمل نصیب کنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليم.